در نشست اضطراری گروه 20 کشورهای غربی به تبعیت از آمریکا تمام تحریم‌ها علیه ایران را تعلیق کردند. به گزارش رویترز، کنگره آمریکا آخرین تحریم باقی مانده علیه ایران را لغو کرد. نرخ بیکاری و تورم به زیر 5%، کاهش یا بازگرداندن دارایی‌های نیمه دولتی به مردم، ادغام نظام بانکی ایران در شبکه‌های پولی جهانی ویزا، مسترکارد و پیپل. فورد، مرسدس، نیسان، ایران به یکی از مقاصد اصلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منطقه تبدیل شده و سیل سرمایه تولیدی از سراسر جهان به سمت ایران سرازیر شده است. آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم.